یک هفته دیگر بدون شما گذشت. یک هفته تکراری را به امید گذراندیم که این جمعه شاید صدای انا بقیت اللهت را از کنار کعبه بشنوی. یک هفته دیگر بدون شما گذشت. نمیدانم در نبودت به ما چه گذشته است که مهربانی یادمان رفته. مردم تظاهر کننده‌ای که تو خیابان‌های پاریس دارن حرکت میکنن به وسیله نیروهای مسلح دولت فرانسه مورد تهاجم قرار میگیرن، بسیاری کور میشن. یعنی اینجور با مردم به خودشون رفتار میکنن و از ما مطالبه حقوق بشر میکنن. محبت کمرنگ شده است و دلسوزی می رود که از واژه‌های زندگیمان حذف شود. چه شده است؟ رحم نمی کنیم، دست همدیگر را نمی گیریم و یادمان رفته خدا دعای مردمانی را اجابت می کند که در حق همدیگر دعای خیر می کنند. یک هفته دیگر بدون شما گذشت. می ترسم قصه نبودنت برای من قصه ای تکراری شود. عادت کنیم به غیبتت، عادت کنیم به نبودنت، عادت کنیم که بدون شما هم می شود زندگی کرد. چرا که بنی آدم بنی عادت است. مشکلات معیشتی امروز چیزیست که آحاد مردم همه اون رو احساس میکنن. وضع اقتصادی با همه این تلاش‌هایی که انجام میگیره مطلوب نیست. مسئله گرانی‌ها و این چیزها رو کم و بیش شماها میدونید و بسیاری از مردم اون رو لمس میکنن با همه وجودشون. ناراحتی هم هست، توقعات هم هست، اما این گله‌مندی ها هرگز موجب نشده که ملت ایران از استقلال، از عزت، از سرفرازی که به وسیله انقلاب به دست آورده روگردان بشه و روگردان یک هفته دیگر بدون شما گذشت. دنیای بدون تو دنیای عجیبی است. در شرم الشیخ هیچ کسی از این همه ویرانگری و آدمکشی شرم نکرد، ولی کمی این سوتر از تو آموخته ایم که میتوان ستم دیده ای را آغوش کشید. یک هفته دیگر بدون شما گذشت و من به این میاندیشم که میتوان مانند تو فکر کرد، مانند تو زیست و مانند تو. یک هفته دیگر بدون شما گذشت. نصیحت ما به حکام کشورهای اسلامی هم این است که به ولایت اسلام برگردند، تحت ولایت الله قرار میگیرند. ولایت آمریکا و ولایت طاغوت به کار آنها نخواهد آمد. که میتوان مانند تو فکر کرد، مانند تو زیست و مانند تو. یک هفته دیگر بدون شما گذشت.